Durdu zamanım, bir şey diyemedim. Gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlara mı? Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız. بخون دیگه قشنگ میخونی. حداقل یه صبح بخیر بگو. صبح بخیر. که با هم بریم بیرون. اما کمال نکن. همه فکر میکنن دوست دختر دوست پسری. برو کنار. اینجا ببینم. دخترم ظرفو کجا گذاشتی؟ عزیزم تو بیدار شدی؟ بیا بیا عزیز دلم بشین اینجا سرپا و نستا. آخ مادر پسرم، همسر عزیزم. داشتین چی پچ پچ می کردین؟ چیزی شده؟ نه گفتم املت درست کنه، ولی این دخترت یه تخم مرغ درست کردنم بلد نیست. اصلا به مادرش نرفته مطلقا. ولی من با دستای خودم برای درست میکنم، مخصوص برای خانومم. پنیرم میریزم. ملکه من اینطوری دوست داره. بذار کره و تخم مرغ بیارم. من میرم بشرا رو بیدار کنم. پاشا خواهر جون، باید بری مدرسه. موهامو میبافی؟ امروز نمیشه، باید زودتر برم مدرسه. چرا؟ همینطوری. خواهری من بلد نیستم. باش رو گفتم امروز نمیشه. عزیز دلم امروز نمیشه. باشه یه روز دیگه قبوله. باشه. ایلول صبح به این زودی کجا داری میری؟ بلیت اتوبوسم تموم شده، میخوام پیاده برم مدرسه. خب بهت پول میدم بخر، صبونه بخور بعد برو. نه مامان. ایلول عزیزم چیزی شده؟
مسعوده، ببین رک و پوسکنده دارم میگم. من از این عدوتفارایی که دختر در میاره اصلا خوشم نمیاد. فقط چون دوستت دارم صدام در نمیاد. جفت دخترها تو این بچهای خودم دوست دارم. رو حرفشونم حرف نمیزنم، ولی ببین چجوری رفتار میکنه. مگه چی کار کرده؟ همیشه اخماش تو هم انگار طلبکاره. شایدم چون داره داداش دار میشه حسودی میکنه. راستی یادم رفت بهت بگم، تاکسی رو که تحویل دادم میخوام برم پیش آقا مهمت. میخوام اون چیزی که خوشت اومده بود و برات بخرم. اون خیلی گرون بود. از پسرم که مهمتر نیست، از همسرم که مهمتر نیست ها؟ ببین شوهرت کار میکنه، زحمت میکشه، ولی نمیذاره شما کمبودی رو حس کنین. قول میدم، باور کن. ایشالا کمال جون. ببینین بچه‌ها، درس امروز خیلی مهمه. یادداشت کنید و با دقت گوش بدین، تو امتحان میاد. موجودات زنده به طور جداگانه در گونه خودشون کروموزومای مجزایی دارن. مثلا این در میوه ها 2 ژنی که دارن هر کدوم 6 کروموزوم دارن، ولی در آدم ها هر ژن 46 کروموزوم داره. ببینم چی داره میگه. میگم من نوت برداری نکردم، تو کردی؟ چی؟ وای حواست کجاست دختر؟ کروموزوم درسته، آفرین، درست نوشتی. چتونه مثل آدم از کلاس بریم بیرون. ای بابا چه تازه حرف زدن، چرا حال میده؟ تو از چی ناراحتی؟ جانسو من دیگه طاقت ندارم، خسته شدم دیگه، نمیتونم تحمل کنم، میخوام بمیرم. مردن چیه؟ چی داری میگی؟ با مامانت دعوت شده؟ ناپدریم اذیتم میکنه. یعنی چی اذیتت میکنه؟ چیز دیگه میخواد بهم در رو باز کنه. چی؟ ساکت، تو رو خدا ساکت باش، خواهش میکنم چیزی نکن. یه سال ازدواج کردن. اوایل متوجه نمی شدم. آخه کی فکرشو میکنه؟ خب کم کم طرز نگاه کردنش عوض شد. دیروز وقتی همون بودم اومد. کاری هم کرد؟ نه، ولی میدونستم که اونجاست. چراغا روشن بود. معذرت خواهی کرد ولی داشت نگام میکرد. جانسو خیلی خجالت کشیدم. عوضی مدرسه هم اومده؟ نه کثافتو دیدمش. همیشه میاد، میگه بیا ببرمت سینما، بیا بریم بیرون. خب به مادرت بگو. جانسو چطور میتونم همچین چیزیو بگم؟ اگه حرفمو باور نکنه امکان نداره، اون مادرته. حرف تو رو باور میکنه یا حرف مرد غریبه رو؟ حرف منو باور میکنه. آره بابا، بعدش همون از خونه بیرون میکنه. شما هم مثل قبل زندگیتون رو میکنید. در واقع چاره دیگه هم ندارم. خیلی خوب بهش میگم.